برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود بر شما تماشابینان عزیز گرامی ما. در استودیو با شما شوکت محمد هستم و برنامه امروزه دیدگاه را برایتان تقدیم میکنم. امروز برنامه ما اقتصادی است و درباره صادرات کشور، صادرات تاجیکستان صحبت میکنم. طبق اطلاع وزارت مالیه کشور، فروش متل های گرانبها انیق‌ترش طلا در 6 ماه اول سال جاری 709 میلیون دلار را تشکیل داده است. 709 میلیون دلار. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 2.3 برابر افزایش یافته، به 77% صادرات تاجیکستان برابر است. به 77% صادرات تاجیکستان تنها متل های قیمت بها انیق‌ترش طلا برابر است و 23% مانده، این باقی مانده همه صادرات های تاجیکستان است. چخیل در دوام برنامه خواهید دانست. حالا خواهش میکنم تکمه های لایک را پخش کنید. اگر به برنامه ما آبونه نیستید، به کانال یوتیوبی ما آبونه نیستید، خواهش میکنم آبونه شوید و ما را پیگیری کنید. فروش روزافزون ذخیره های طلای کشور در حالی است که وزارت اقتصاد از رشد بی‌سابقه اقتصاد در نیم ساله اول سال جاری در حجم 8.7% و رشد 4% در سال کرونا ویروس، گرفتاری مردم به کرونا ویروس، یعنی در سال 2020 گزارش می‌دهد. البته امسال رشد بیشتر از 9% را هم کشورهای دیگر در جهان داشتند، اما آنها در ایام کرونا ویروس خیلی افت بیش از 10% را هم متحمل شده بودند. رشد 4% اقتصاد تاجیکستان در سال بحرانی 2020 در جهان تقریبا نظیر نداشت. ذوقی زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، که در نشست مطبوعاتیش با افتخار از این رشد بی‌سابقه خبر داد، ادعا کرده بود که رشد مجموع محصولات داخلی اساساً از حساب افزایش استحصال محصولات کشاورزی و صنعتی تأمین گردیده است. این را در یادتان دارید. این گپ ذوقی زاده را در یادتان دارید. به گفته ذوقی زاده، استحصال محصولات کشاورزی بیش از 12 میلیارد و صنعتی زیاده از 16 میلیارد سامانی را تشکیل داده است و این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته متناسباً 8.1% و 23.4% زیاد است. وزیر اقتصاد در همین نشستش تناقض رقم ها در داخل یک وزارت را به نمایش گذاشت. میگوید که بیش از 50 کارخانه بزرگ تاجیکستان نیم ساله را با ضرر جنبست کردند. این هم باشد در حالی است که از رشد بیش از 23% صنعت گپ میزد. از جمله این کارخانه هایی که با ضرر کار کردند: برق تاجیک، شرکت آلومینی تاجیک، شرکت هواپیمایی تاجیک ایر، شرکت سمنت تاجیک، سمنت براری. اینها با ضرر کار کردگی هستند، فایده دیدگی نیستند، با ضرر. حالا باید بگویم که شرکت آلومینی تاجیک که با ضرر کار کرده است، پیشتر فلگمن اقتصاد تاجیکستان نامیده میشد و همین سمنت در سالهای اخیر به یکی از اساسی ترین محصولات صادراتی تاجیکستان تبدیل شده است.
اما گفته می شود فایده نمی آورده است استحصال سمن در تاجیکستان. همین قدر سمن استحصال شده است فایده نکرده است، ضرر دیده است. پس از کجا فایده دیدن اینها؟ حالا ببینید تماشابینان عزیز، در چندین برنامه ها گفته بودیم پیشتر که هیچگاه آمار وزارت کمیته های تاجیکستان به هم راست نمی آیند و آنها خواسته و نخواسته همدیگر را می فروشند. چه خیل؟ اینش می براید نشستی مطبوعاتی دایر میکند این رقم را میگوید، اینش می براید نشستی مطبوعاتی دایر میکند این رقم را میگوید، اینش را میفروشد، اینش دروغ اینش را آشکار میکند، افشا میکند. حالا ببینید اینش گفت که بیشتر از همه صادرات تاجیکستان محصولات کشاورزی بوده است. اینش برآمد گفت که 77% صادرات تاجیکستان این متل قیمت بها است. با کدامش باور میکنی؟ حالا ببینید افزایش فروش ذخیره های طلای کشور گواهی به سنگ خنک نشستن اقتصاد تاجیکستان است، نه رشد آن. ذخیره ها، فروش ذخیره ها این گواهی بانکروت است. هیچ چی نداری، انبار رو ذخیره رو میکشویی، فروختن رو سر میکنی. به یک روزی مبادا ذخیره کرده ای، یعنی روزی مبادا آمده است، یعنی همین روز شوم آمدگی است. این نشانی چی است؟ نشانی رکود است. اما وزارت اقتصاد از رشد اقتصادی گپ میزند. وزارت مالیه باشد از افزایش فروش طلا خبر بدهد. کارشناس مسائل اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف میگوید که افزایش چند برابری فروش طلا گواه این است که اقتصاد هم رکود چشمرسی داشته است. امکان ندارد که هم اقتصاد رشد کند و هم ذخیره کشور به فروش گذاشته شود و حتی فروشش را روز به روز افزایش دهند. و البته اینجا تناقض است، چون وقتی اقتصاد رشد میکند این به این معنی است که پول به بازار، به بانک ها، به بودجه وارد میشود پول علاوگی و نیاز به فروش ذخایر کمتر باقی ماند. ذخیره اون وقت فروخته میشوند که اقتصاد رکود داشته باشد، پول نرسد و برای پوشاندن کمبود در بودجه یا در کمبود اسعار اون وقت ذخیره فروخته میشود. افزایش 2.3 برابری فروش ذخیره های کشور واقعا نگران کننده است. اما وقتی با سالهای قبل مقایسه می شود دهشت است، دهشت. چرا؟ فروش طلا در نیم ساله اول امسال نسبت به همین دوره سال 2018 1400 برابر بیشتر است. 1400 برابر، یک برابر، دو برابر، سه برابر، نه تماشاگران عزیز، 1400 برابر امسال فروش امساله طلا نسبت به سال 2018 است. فهمده شدید؟ در 6 ماه امسال نسبت به تمام سال 2018 1400 برابر. در سال 2018 اهمیت دید همگی به $1,000,000 طلا صادرات شده بود. همگی به $1,000,000 و می شود برداشت کرد که فهمید که در نیم ساله اول آن حدودی $500,000 را تشکیل میداد. سال 2019 فروش ذخیره ها یک باره 125 برابر افزایش کرد. بعد از یک سال و به $125 میلیون رسید. انا کنون به سال 2020 میبینیم در 10 ماهی سال 2020 تاجیکستان به مبلغ $689,700,000 سنگ و متل های گرانبها صادر کرد، به خارج فرستاد، به خارج فروخت.
این چی رو نشون میدهد؟ این نشان دهنده با 55% صادرات عمومی کشور در 10 ماه برابر بود در سال 2020. یعنی اگر تقریبا گفته می شود که 380 نمود تاجیکستان محصولات به خارج صادر میکند. 380 نمود گفتن به فکرم. یعنی 379 نمودی محصولات صادر میکردگی تاجیکستان همش در سال 2020 45% بود. فقط سنگ و متال های قیمت بها 55%. ذخیره کشور رو برآوردن فروختن 55% صادرات تاجیکستان را تشکیل داد. مبلغ عمومی صادرات تاجیکستان در ماه‌های ینور نوامبر سال 2020 به 1 میلیارد و 253 میلیون برابر بوده است. به 1 میلیارد و 253 میلیون برابر. ادکنون این را به سال 2019 قیاس میکنیم. در همین دوره سال 2019 نسبت همین دوره سال 2019 در سال 2020 بیش از 3.1 برابر صادرات سنگ و متال های قیمت بها افزایش داشته است. دیده ایستادید؟ چخیل غارت چخیل رفته ایستاده است. غارت خزینه دولتی. افزایش روز به روزی صادرات طلا در حالی است که صادرات محصولات مدنی اینچنین نیروی برق، سمنت، آلومینی، میس، معدن، کنسنترات ها، نساجی از جمله نخ پخته که حجم اساسی صادرات کشور را تشکیل میدهند کمشوی چشمرسی نداشته. صادرات برخی از آنها برق، سمنت و نساجی افزایش یافته است. پس اهمیت داده شدید این تناقض این خلقی باشد از کجا به وجود آمده است؟ باز به همین سوال من به برادر عبدالمنان شیرعلیوف کارشناس مسائل اقتصادی مراجعت کردم. به نظر من این همه برمیگردد به همون مبلغی حساب میکردیم مهاجران. اگر به خاطر داشته باشید در یک برنامه قبلا گفته بودیم که فکرم برنامه شما بود حجم پولی که مهاجران میفرستند حداقل 3 برابر بیشتر از اون است که بانک ها نشان میدند و میگویند. مثلا اگر زمانی که بانک های هر دو کشور هم روسیه و تاجیکستان بانک های مرکزی از انتقال 3 میلیارد دلار خبر میدادند اون پول حداقل 9 میلیارد بود و حالا وقتی که از کمشوی 30-40% پول میگویند این پول نه 30-40% بلکه 4-5 برابر کم شده است. چگونگیشه بار دیگر شرح میدیم پول مهاجران اساسا پول بیشتر پول مهاجران با خودشون میبردن مهاجران پولشون و توسط بانک تنها قسمتی از اون شاید 3/1 اون یا شاید حتی کمتر از اون حساب میکردن. با راههای دیگری انتقال پول موجود بود و سال گذشته بر اثر بحران که راهها بسته شد مهاجران دیگه نمیتونستن پولها رو با خود برن. بنابراین اونا با تمام پولها با بانک ارسال شدن توسط بانک و راههای دیگر که پیدا کنن دارن. از این خاطر اگر بانک ها حالا میگن که انتقال پول از 2.5 میلیاردی سال 2019 به 1.5 میلیارد فراموده است خود تقریبا نمیگم چون رقم ها کمی فرق میکنن. در اصل چنین نیست. در اصل پول از 7.5 میلیارد به 2.5 میلیارد فراموده است. یعنی حدودی 5 تا 5.5 میلیارد اقتصاد تاجیکستان در سال 2020 دریافت نکرد. عبدالمنان شیرعلیوف باز سهم پول مهاجران در اقتصاد رو هم دست کم گرفته شده می حسابد و میگوید که مقامات همیشه کوشش میکنند سهم پول مهاجران را در اقتصاد کمتر نشان دهد و حالا این رقم را حدودی 31% مینامند. اما در اصل این سهم در 15-18 سال اخیر هیچگاه
از 70% کمتر نبوده. سالهای هم داشتیم که پول مهاجران 80% مجموعی محصولات داخلی را شکل میداد. همان گونه که حالا فروش طلا قریب 80% صادرات را تشکیل داده است. اکنون اینجا سوال به میان میباید که تا کی طلا میفروشیم؟ تا کی ذخیره دولتی فروخته می شود؟ تا زمانی که ذخیره دولتی به اتمام رسد. دیگر نماند ذخیره دولتی. این بحرانی نیست که در 1 سال و 2 سال تمام شود. حالا در چندین برنامه ها تاکید شده بود که تاجیکستان باید گردنش را از حلقه تا رفت تنگ شونده گرفتاری به پول مهاجرین بیرون کشد. اما متاسفانه این کار انجام نشد و هیچ برنامه هم برای خارج شدن از این باتلاق دیده نمی شود. بنابراین تا برقرار شدن حجم قبلی انتقال پول از جانب مهاجران یا تمام شدن ذخیره ها، فروش طلا ادامه خواهد کرد تا همین آخرین تنگه طلا، خالی شدن انبار ذخیره دولتی، این کار صورت میگیرد. یگان وقت معین برای این پیش بینی کردن امکان ندارد. ببینید حالا مسئله کرونا ویروس حل نشده است. امکان دارد این مشکل باز هم بیشتر شود. اقتصاد روسیه، اساسی ترین کشور مهاجرت تاجیکان، رو به تنزل است. خیلی خراب شده است و امید به برقرار شدنش وجود ندارد، مگر در حالی که در روسیه هم حکومتش عوض شود. شاید یگان بهبودی به میان بیاید، وگرنه حال خراب است. حالا ببینید آیا مهاجران تاجیک می توانند سمت مهاجرت را تغییر دهند و وضع بهتر شود؟ این یک روند طولانی است که حتی در 5-6 سال عملی شونده نیست. با در نظر داشت بحران سراسری مهلت باز هم بیشتر می خواهد. از طرف دیگر تمایلی کمتری برای این کار دیده نمی شود. برعکس مهاجران کوشش میکنند با بردن خانواده اشان بر روسیه مقیم روسیه شوند. این روند انتقال پول به تاجیکستان را باز هم کمتر میکند. وقتی خانواده هایشان نزدشان است، مهاجران نیاز کمتری به انتقال پول به کشور دارند. بله، با رکود بیشتری اقتصاد روسیه به زودی مهاجران حتی در تامین خانوادگی به این کشور آوردهشان مشکلی خواهند کشید. چی رسد به انتقال پول به کشور؟ مشکلی را دیده شده؟ ببینید تماشاگران عزیز، اینجا ما به حکومت جمهوری تاجیکستان برای راه حل این مسئله هیچ پیشنهادی نمیکنیم. برای چی؟ برای اینکه هیچ فایده ندارد، چون که مقامات تا حال هیچ پیشنهادی را هم به این نوبت نگرفته است. ببینید تاجیکستان واقعا ذخیره های بزرگی طلا دارد. بله دارد و حالا طلا نه کمتر از 18 کن استخراج می شود، در 18 کن. اما با وجود بزرگی ذخیره طلا هم به پایان نیست، تمام بشود. اما وقتی طلا تمام شد چی می فروشیم؟ به همین سوال باید حکومت تاجیکستان جواب گوید. این بود برنامه امروزه دیدگاه. تماشابینان عزیز، لطفاً برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و کانال یوتیوبی پیام تیوی پیگیری کنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه